سلام دوستان عزیز، من فعلا قرار دارم در یکی از موزه‌های بهترین پایید و فوتبال در شهر دورتموند آلمان و شما در روابط می‌بینید هم پاکی لیگ چمپیون ها و چون ما آمدم امروز میخوام از این موزه نوار بگیرم چند نوار بهر شما و شما در این برنامه خواهید دید و این طرف می‌بینید پاکی لیگ اروپا هستند. اینجا برنامه‌ای بزرگ شده است و در اینجا عکس‌هایی که فوتبالیستایی که فعلا در حالت بازی هستند، مثلا لواندوفسکی، هالند، جونیور وینوس نیمار، محمد صلاح. خب دوستان عزیز، نواری پرای این برنامه انشاءالله در کانال یوتیوب ما برگزار می‌گردد. منتظر باشید در روزهای نزدیک انشاءالله ما این را برای شما پیشکش خواهیم کرد. دیگه باقی وقت شما رو زیاد نمیگیرم، باقی پاک و منان می‌سپارم تا برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، بازم سلامی دوباره. چنانچه گفتیم ما فعلا قرار داریم در موزه فوتبالی شهر دورتموند. سالی گذشته، همون 2 سال پیش که اومده بودم متاسفانه اینجا محکم بود و این سال که اومدم خوشبختانه موزه باز بود. اینا در اومدیم انشاءالله همه ایره بلنوار گفته هستیم که شما هم معلومات پیدا کنید، شما هم بیننده باشین، شما هم گفتی که پاکی از این چیز بهره برین. خیلی چیز جالب، موزه جالب، خیلی معلومات ها در این باره پیدا کردیم. خب این چی؟ دوشلند. خب میریم خیلی دیگه طرف دوستان عزیز، دیگه طرف های موزه آلمان. دوستان عزیز، ما طبقه اول آمدیم، اول طبقه دیم بود و برنامه امروز ما از طبقه یکم سر می شود و اینجا هم چندین چیزهایی هست که جمع آوری کردن به خاطر تیم ملی و میریم نصیب باشد اینجا دستاوردها و کوبک های تیم ملی آلمان جمع آوری شده است. مثلا 3 بار جام ملت‌های اروپا را، یعنی قهرمانی اروپا شده 3 بار و 4 بار قهرمان جهان شده است و این هم می‌دونید این هم کوبک اروپا، این هم جام جهان اولین بارش هم خیلی بود 1954 ببینید خیلی بود جام جهان و این هم دیگه جام‌های جهانی گفتی که پاکی بریدگی 4 تا جام جهان داره، 3 تا جام ملت‌های اروپایی و قهرمانی یورو شده. دوستان عزیز، یک چیز جالب دیگر دیدم در این تنه دیوار، مثلا سیستمی که 342 اینجا پیدا شده این دور زمان سال 1950 که مثلا این آدمایی که این کارا را تشکیل کردن و سخم را کشیدن این آدما میباشن، یعنی مثلا نموشو نوشتگیان دیگه انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و سیستای و این عکساش هم نوشتگیان که کی ها باید در کجاها بازی کنن و کی ها این چیزا را کشیدن که ببینید خیلی جالب هم هست. این در تنه یک دیوار تا تمام سخم کشیدگی با رنگ های سفید و سیاه که میتونید ببینید مثلا از این معلومات پیدا کنید. دوستان عزیز، اگر اهمیت داده باشین یا که اهمیت بدین لوستری بالا را ببینید یا که چراغ بالا را شکل استادیون تشکیل کردگی در بالا ببینید. پول استادیون نکی با شکلی چی میگیم چراغ در اینجا
در سقف همه یا که در پتلاک همه موزه نصب کردگیان برای تماشابینان، برای توریستا و گردشگران. خب میریم دیگه طرف های چی موزه. در اینجا دیگه چندین چیزهایی که در وقتش تیم آلمان به دست آوردگی جام آوری شدن. از قبل این کوبوک های نمیفهم شروان چی میگیم، چیزایی که در وقتش بود. خب دوستان عزیز میریم دیگه طرف های موزه. ببینید دوستان عزیز این دیگه زلشای خیلی زیبا هم هست و تمامی چیزا اوید به فوتبال در اینجا جمع آوری شدن. ببینید دوستان عزیز خیلی زحمت کشیدن، خیلی جمع آوری کردن تمامی چیزای تیم ملی مردانه و زنانه در اینجا جمع کردن به خاطر نمایش که مردم این چیزا بهره برن بیننده باشن و در اینجا معلومات ها چون گفتم در هر یک گوشه میخوای معلومات پیدا کنی. این خیلی چیزا موندگیان میدروی در ارخیفش یا نوشنی کن در ارخیفش میدروی و ویبرات میکنید گوش میکنید چی را. اینجا را بینید دوستان خیلی زیبا هم هست. این همون لیباس ها و نمیفهم کوبوک های همون وقت. و در اینجا دوستان عزیز کوبوک لیگ چمپیون موندگیه. دوستان عزیز این هم کوبوک لیگ اروپا. ببینید دوستان عزیز در اینجا برنامه گذاشته شده است. این هم دوستان کوبوک لیگ چمپیون ها که تا امروز همین کوبوک ها مثلا تقدیم میکنن کسی برنده کوبوک شوه. شکلش با همین ظاهرای. دوستان عزیز این کوبوک خیلی گرمانیایی اوید با فوتبال بین تیم های لیگا های مثلا پروفسیونالی برگزار میگردد. دوستان عزیز این هم کوبوکی لیگای قهرمانی آلمان. ببینید شکلی همو چی میگن پدناسه که چی میگن خیلی گردای کوبوکی اوید با فوتبال قهرمانی آلمان همین شکلی. دوستان عزیز این چیزایی که در بالا میبینید چیزای بالشکا هن، اکسسوارا نمیفهم همین چیزا و برای فروش ماندگان تیم ملی آلمان. اینا ببینید خیلی همون دوره زمان تا به امروز اینجا چیزا هستن. یعنی خیلی چیزای اکسسوارها زیاد دارن. اینا ببینید خیلی زیادن. و این طرف ببینید دوستان عزیز نقشه های فوتبال، فلاژاک ها، استودیوها، چند استودیوهایی که در جهان مشهورن از قدیم تا به حال تا به امروز اینجا عکساشو جمع آوری شدن. فعلا این دکتر لام و این زنکم چی فیفا های و ایواش در گذشته بودن چون ایواش آقای بودن و این استودیو را شناخته که بارسلونا قطعی PSG ما چی کرده بود سودگی کرده بود خیلی خطا کرده بود و PSG را و شبیه 5-1 بود 6-1 شکست داده بود بارسلونا. و اینجا هم صورت های چی میگن لباس های استودیو ها و این طرف هم نگاه چیزهایی که برنامه گذاشته میکنن در اون بالا گرد با گرد همین چی اکسسوارها رو جمع آوری کرده.